دوستای عزیزم سلام، من سمیرام. امروز میخوام یکی از لوکس ترین و مدرن ترین مرکز خرید تهران رو بهتون نشون بدم، اما این دفعه نه توی شمال تهران، توی یکی از محله های جنوب شهر که اسم و رسمش برای همه تهرانی‌ها حتی کل ایران آشنا. پس اگه دوست دارید با دنیای مدرن جنوب شهری آشنا شید، همراه من بیاید و لطفاً قبل از دیدن ویدیو فراموش نکنید چنلمو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت قشنگتون ازم حمایت کنید. اینجا محله نازی‌آباد و مقصد پاساژگردی امروزمونم اونجاست. لوتوس مال، لوکس ترین مرکز خرید این محله. همون جوری که میدونید نازی‌آباد یکی از محله‌های معروف جنوب تهران و بازارش هم از اون بازارهایی که همه میشناسنش. یه بازار بروزیه که قیمتاش هم خیلی مناسبه. بازار نازی‌آباد توی 2 تا خیابون اصلی این محله خلاصه میشه. یکی خیابون اکبر مشهدی و یکی هم خیابون بازار دوم. ما الان داریم توی خیابون مشهدی قدم میزنیم. لوتوس مال هم داخل همین خیابونه. خب بالاخره رسیدیم. اینجا ورودی لوتوس ماله. توی این محوطه یه سری کافه و دکه‌های فست فودی داره که اونجاست. لوتوس 13 طبقه است که 7 طبقهش تجاریه. بقیه طبقاتش هم اداری و پارکینگه. ورودیش میشه طبقه همکف پاساژ. توی این پاساژ از پوشاک زنونه و مردونه بگید تا اکسسوری و بدلیجات و لوازم خونگی، خلاصه همه چی پیدا میشه. مغازه هاشون هم در هم و توی طبقه‌های مختلف به صورت صنف‌های جدا نیست. دکور فروشگاهش خیلی قشنگ و بروزه. بیشترشون هم برندن.
طبقات پایین رو ببینیم اول. میزان لباس عروس هم داره. این آدم آهنی جدیدترین وسیله بازی بچه هاست. میتونن سوارشن و خودشون حرکتش بدن. جالبه، تا حالا من توی هیچ مرکز خریدی ندیده بودم.
مهدی زشته مهدی. خب همه طبقات تجاری لوتوس مال رو با هم دیدیم. توی ویدیو بعدی با هم میریم و قسمت‌های تفریحیش رو میبینیم. پس منتظر قسمت بعدی باشید و خیلی ممنونم از اینکه تا اینجا همراه من بودید.